آیا با واقعیت سارا سرور دختر خانم انگامه روانی شده است؟ دلیل جدا شدن سارا سرور از نامزد ترکش چی بوده است؟ گفتنی‌های تازه سارا سرور برای تمام دوستداران و طرفدارانش. سارا سرور در کدام کشور است؟ مصروف چه کاروباری است؟ افشای حقایق و رازهای پشت پرده درباره زندگی سارا سرور هرگز باور نخواهید کرد. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام سلامتی رسال تک تک شما دوستداران نهایت ترجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. سارا سرور دختر خانم انگامه هنرمند جوان، چهره شناخته شده و مطرح در میان مردم افغانستان است. علاقه‌مندان و دوستداران خاص خودش را دارد. سارا سرور عاشقانه هنر موسیقیش را در میان مردم افغانستان ادامه داد. وی هنر موسیقی را از مادرش آموخت و توانست در مدت خیلی کوتاهی در میان مردم افغانستان شهرت خوب کسب کند. سارا سرور علاقه‌مند هنر موسیقی بود. از مادر و پدر هنرمند دیده به جهان گشود. در کشور کانادا بزرگ شد. کارهای هنر موسیقیش موج حمایت‌ها را به همراه داشت. آهنگ‌های دوگانه‌اش با هنرمندان طبقه زوگور بازدید بیش از 1,000,000 بار در یوتیوب را از آن خود کرد. سارا سرور در کانادا تحصیلات دوره لیسه و دانشگاهش را به اتمام رسانید. این همه در حالی است که سارا سرور دختر خانم انگامه با یک پسر ترک 3 سال پیش نامزد شد، اما نامزدی این دو به این تازگی ها از هم پاشید و سارا سرور در حالت بدرویی و روانی در شفاخانه بستری است و انگامه برای شفایاب شدن دخترش از تمام دوستداران و طرفدارانش طلب دعا و نیایش کرده است. من هم آرزوی شفایاب شدن برای این دختر خانم جوان از بارگاه عزت الله ازال تمنا دارم. عزیزان و همراهان نهایت ترجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان سارا سرور به اشتراک بگذارید. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. تا درود دیگر، بدرود.